سلام، من اینس هستم و برایتان میخواهم بگویم که چه قسم بتوانید امن از پیاده رو بگذارید. متوجه وقتی که هم عجله دارید از چراغ سرخ تیر نشوید، باشید تا که سبز شود. در پهلوی چراغ پیاده رو چراغ مخصوص هم است برای بایسکل و موتر و همچنین برای موترها. متوجه باشید وقتی که از سرک میگذرید بدون چراغ است. اما چرا موتر حرکت نمی کند؟ در سرک هایی که پیاده رو و یا پیاده روی خط شده است، موترها باید ایستاده شوند وقتی که پیاده روها از سرک عبور می خواهند کنند. سرک هایی که به پیاده روی نشانی شده است می توانید از خطهای سفید مانند زینه شناسایی کنید. در غیر از آن هم باید متوجه باشید. می تواند که کدام موتر دوان ایستاده نکند. نزدیک بود. در پهلوی پیاده روی یک راه دیگر هم است که برای بایسکل می باشد و در آنجا عبور نکنید. سرک های کوچک هستند که می توانند در پیاده روها یافت شوند. متوجه من شوید. چشمانتان را باز کنید و برایتان نباید اتفاقی رخ دهد زمان مرور از پیاده روها و از ترافیک ها.